کدی اسیب. سلام علیکم. علیکم السلام. دواخانه چیگه بس قدر مردم جمع شدن؟ هم گریه داره هم سر صداست. چی شده؟ برادر جان دین روز یک نفر از ناداری، گرسنگی، کمدستی از دنیا رفت. امروز به خاطر جنازش گوسفند کشته، نان آماده کرده. همه مردم جمع شده. کاش این محبت ها وقتی او زنده بود برش میرسید. بله برادر جان، کاش قبل از رفتنش کسی دروازهش میزد، ازش پرسان میکرد نان داری؟ حالت چطور است؟ شاید امروز هنوز در بین ما بود. امروز همه یه گریه داره. کاش دیروز یک نفر کمکش کرد. میگن که زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید. بی خبر از همدیگر خوابیدن چیست؟